وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. و پیغمبر شکوه کنان از کیفیت برخورد مردمان با قرآن عرض می کند: پروردگارا، قوم من این قرآن را که وسیله سعادت دو جهان بود رها و از آن دوری کرده اند و از ترتیل و تدبر و عمل بدان غافل شده اند. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا